الله متعال شاهد است که هدف ما نقد این برادر و یا رد این برادر نیست. ایشان در جایگاهی نیستن که حالا ما بخوایم ارزش قائل بشیم که بیایم مثلا برنامه بگذاریم رد بکنیم. همونطوری که من در اولین برنامه خدمت شما عزیزان بیان کردم، هدف نقد یک فکر است، فکری که متاسفانه ایشان و بعضی از اساتیدشان و بعضی از دوستان نزدیکشان هم همین فکر رو دارن و ایشان هم دارن برای اونها تبلیغ میکنن و سیایی لشکر میشن و الا افراد دیگری هستن که شاید مطرحتر از اینها باشن. اما هدف ما همیشه در پاسخ به شبهات این بوده که حق رو بیان بکنیم. اگر طرف قابل هدایت باشه الله سبحانه و تعالی هدایتش میده و هدف اصلی ما بینندگان هستن، چون این فکر متاسفانه در بین جوانان و در بین خانواده ها و در بین قشری از جامعه منتشر شده که بله فلان الله فتوا دادن که موسیقی حلال است پس اشکالی نداره. این صحبت ها رو من ثانیه به ثانیه میگذارم، یکمی سرعتش زیاد است به خاطر اینکه وقت گیر نباشه، بعد در مورد صحبت خواهیم کرد. بینندگان عزیز، شکلی که در جریان قرار دارید، ما نظریات علما را در یک ویدیوی و بحث گرفته بودیم. یکی از جمله مباحثی بود که کمتر یک سری نظریات پرداخته شده بود اما واکنش های متعددی داشت. ما میخواستیم این واکنش ها را در ابتدای مرحله به یک نحوی پاسخ بدیم که عامه مردم دچار دوراهی و در سر دوراهی قرار نگیرند. اما یک عده از عزیزانی که نام دعوتگر و استاد و بزرگوار را بر خود یدک میکشند، مردم را به سوی اختلاف، مردم را به سوی بیراهه و مردم را به مسیر بیراهه و گمراهی میکشند. واقعا باید به حال بعضی از این مردم خندید. یعنی من در 2 برنامه‌ای که رفتم کلیپ های ایشون بهانه بود. کلا آیات قرآن، احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، اقوال صحابه، اقوال تابعین، اقوال مفسرین رو من بیان کردم. آیا بیان کردن تفاسیر اقوال صحابه و احادیث رسول الله کشاندن مردم به بیراه است؟ یعنی برید از همین کچال و فروش سر کوچهتون بپرسید که بگید من مردم رو به شنیدن موسیقی دعوت میکنم، به یک شخص دیگری مردم رو به نشنیدن موسیقی دعوت میکند. کدام ما بر حق هستیم؟ والله با فطرت سالمش حق رو میتونه تشخیص بده. مردم رو به بیراهه کشیدن، یعنی شما قضاوت کنید بینندگان عزیز، یعنی تا در این مدت گاهی اوقات ما در برنامه مردم رو به طرف بیراهه کشیدیم. عجیب است. و چنان صحبت میکنند و چنان ادعا میکنند که فکر میکنی از مقام بالا برای آنها صلاحیت عظما داده شده. من به صورت بسیار کوتاه نام نمیبرم و به صورت بسیار کوتاه بعضی از این اشتباهات و بعضی از این خود برتربینی ها و بزرگتربینی های جاهلانه اینها را بیان میکنیم. شروع شد دیگه الان وقتی که میگن چون قافیه تنگ آید شاعر به جفنگ آید. توهین کردن جاهلانه و نمیدونم تنگ نظری و خود بزرگبینی و یعنی سبحان الله. ما در طول برنامه در یک جا نگفتم به نظر من. همیشه من در برنامه گفتم که نظر من رو به دیوار بزنید. حرف محمد انصاری اگر مطابق قرآن و سنت نبود قبول نکنید. اگر دلیل نیاوردم قبول نکنید. حالا عنوان کلیپ هم گذاشته بفرمایید کودکان را جمع کنید. والله چی عرض کنم، ما باید کودکان رو بیاریم، کودکانی مثل شما رو، چون مسئله کودکی رو شما مطرح کردید اولین بار 3-4 هفته قبل در یک از کلیپ هاتون، گفتید که نقدهای ما نقدهای طفلانه بوده و کودکانه بوده. والله ما باید الان دیگه یک تخته بیاریم اینجا در برنامه، الف زبره، الف زیری، الف پیشو به شما یاد بدیم. این چیزایی که به کودکان مکتب خانه یاد میدن، این چیزا رو ما باید بیم به شما یاد بدیم. ابجدیات علم دین رو باید به شما یاد داد. اولا ادعا میکنه وقتی پشت روبروی دوربین قرار میگیرن ما با در امور دین با کسی مجامله نداریم و ما دهان چشمای خود را پت میکنند و دهان خود را باز میکنند و هر آنچه به دهانشان بیاید
بیرون میکنند و میگویند. چنین افراد برای کی صلاحیت داده که تو بیایی صحبت بکنی، بیایی تو مسخره بکنی، توهین بکنی، تحقیر بکنی و تمام حرفتان، استدلالتان، صحبتتان تحقیر و توهین باشه؟ نه چرا دروغ میگی برادر عزیز؟ یعنی از خدا بترس، شرم کن. میگن اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند کسی که مثلا حیا نداشته باشه هر دلش میخواد بگه، هر کاری دلش میخواد بکنه. یعنی ما چشم رو بستیم، هر چی که به دهنمون آمد گفتیم. شما که چشمتون رو بستید. یکی از برنامه‌های شما یک قول مفسر، یک قول محدث، یک قول فقیه، یکی از اقوال صحابه، یکی از احادیث پیامبر رو شما ذکر کردید. یک حدیث هم ذکر کردید، حدیث بخاری، اون هم زدید لط و پارش کردید و دروغ گفتید که حدیث منقطع است و فلان است و امام بخاری معلوم نیست که از کی روایت کرده، در حالی که همه علما رو من اقوالش رو آوردم که حرف شما رو میگه باطل است. دیگه همین دیگه، وقتی که جواب نداشته باشن شروع میکنن به فحش دادن و توهین کردن و متهم کردن. چه کسی به شما این صلاحیت رو داده؟ به گفته بعضی ها شما سر پیاز یا کونه پیاز، شما چی کاره هستید؟ الله این صلاحیت رو به ما داده. الله به ما گفته که کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شمایی که مردم را امر به منکر دارید میکنید که موسیقی گوش بدید، ما وظیفه شرعی ماست که مردم رو بگیم که موسیقی گوش ندید، حرام است. حالا کسی گوش میده، ببینید خیلی فرق است بین یک کسی که گوش میده و میدانه که حرام است. یکی مثل شما بر اساس هوا و هوسش، حالا حتما خودت گوش میدی، میخوای مردم هم گوش بدن. اینو بهش میگن جهل مرکب، که شما از حلیت و حرمت یک مسئله اطلاع ندارید. اقوال مفسرین، آیات الهی، احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم، اقوال صحابه و تابعین و علما و فقهای اسلام رو زیر پا میگذارید و اون چی که برداشت کج و معوج خودتان هست از دین، اون رو میخواید به خورد مردم بدید و این وظیفه ماست. الله متعال این صلاحیت رو به ما داده که جلو انسانهای منحرف رو بگیریم، جلوی منکر رو بگیریم. شما با مسیری که هستید، اگر مسیر صحیح دارید، ثابت قدم بمانید و ثابت قدم بروید. یکی از دوستان جمله بسیار جالبی را بیان میکرد و این بود که میگفت کسایی که از پوری، از چال پوری علمی باشه، پوری هر آن پوری و دارایی که باشه از او برخوردار هستند، یه افراد واکنش نشان نمیدن، این افراد نمیترسن از موقف خود. کدام احمق اینو گفته؟ کدام احمق این رو به شما گفته که کسانی که اهل علم هستن جواب نمیدن، رد نمیکنن؟ اتفاقا اهل علم جواب میدن، رد میکنن. الله سبحانه و تعالی عالمی رو که از ساکت و عن الحق که شیطان الاخرس، کسی که از حق گویی ساکت می نشیند، حق نمی گوید، مانند شیطان گنگ توصیف کرده. کسی که در مقابل منکرات و باطل ها سکوت می کند، این عالم نیست. و مسئله جایگاه موقعیت نیست. یعنی چی؟ نمیدونم این حرفای من درآوردی رو از کجا شما میارید که حالا مثلا شما موسیقی رو حلال کردید، به جایگاه ما چه صدمه‌ای خورد؟ یعنی ما شرکت موسیقی داریم یا نداریم؟ یعنی چی؟ یک گپ واقعا، حالا از کودکانم گذشته، به قول افغان‌ها اشتکانه شده استیم. ما یک ویدیو ثبت کردیم، نظریات محدودی از علما رو بیان کردیم، لرزه بر اندام اینها افتاده و های از این در بزن و آن در بزن، گاهی اوقات برچسب نادان را بزن، گاهی اوقات برچسب خوارج را بزن و انواع برچسب ها را بزن. چرا اینقدر میترسین عزیزانم؟ تا چه وقت ترس؟ حقیقت نترسید. یعنی چی؟ یعنی از حلال بودن موسیقی نترسید. ما حالا ترسیدیم، دست و پای ما لرزید. ما ترسیدیم از این که شما موسیقی رو حلال کردید. به قول خودش تو سر پیاز، ته پیاز تو چی کاره که مثلا شما حلال کردید موسیقی رو؟ ما ترسیدیم. یعنی چی ما به خطر افتاد؟ اصلا شاید ما در مورد موسیقی الا در برنامه فتاوا
که بینندگان سوال کرده باشن و مولانا عبدالقدوس دهقان الله متعالی حفظش کنه جواب داده باشن و برنامه هم در مورد موسیقی نداشتیم. چون یک چیز واضح هست از صدر اسلام، حرمت موسیقی یک چیز واضح هست. هیچ کسی جز انسانهای نادان و انسانهایی که به دنبال هوا و هوس هستند، به دنبال هوا و هوس هستند، کسی دیگری موسیقی رو حلال ندانسته. و اونایی هم که شما به عنوان علما آورده بودید، هم بزرگشون علامه ابن حزم رحمت الله علیه بود که علما پاسخشو دادن، گفتن به خاطر مذهب باطلش در حلال بودن ملاهی این فتوا رو داده و اشتباه کرده. همه علما پاسخ دادن. شما یکی از اون پاسخهای علما رو ذکر نکردید و یکی از اون پاسخهای علمایی که ما آوردیم جواب ندادید. بعد اون بقیه هم که ذکر کرده بودید کدامش عالم است؟ یعنی کدامش صلاحیت این رو دارد که حلال و حرام بکند؟ بقیه همه جیرخوار ابن حزم و ابو تراب و غزالی هستن. اینا همه یک مسلک هست، یعنی اینا از اونها نقل کردن. وانگهی همونایی هم که ذکر کردید، شما هنوز به دنیا نیومده بودید که ما کتاب قرضاوی رو خونده بودیم، هنوز به دنیا نیومده بود برادر عزیز. قرضاوی رحمت الله علیه میاد اقوال ابن حزم و غزالی اینا رو ذکر میکنه و اگر شما مردانگی اینم داشته باشید که حلال بودن موسیقی رو از کتاب همین حلال و حرام قرضاوی و بقیه کتابایی که در مورد موسیقی صحبت کرده اینا رو بیارید مفصل بخوانید، انقدر اون رو در یک محدوده تنگی قرار میده که باور کنید یکی از این موسیقی هایی که شما امروز در افغانستان یا غیر افغانستان حلال میدانید یکیش هم حلال نمیشه. اما نه، اینطور سیاهی لشکر میخواید که مردم رو فریب بدید. یعنی این واقعا متاسف هستم برای شما. یعنی من فکر نمی کردم که یعنی جهل مرکب انسان تا این اندازه باشه که اقوال صحابه رو، ابن مسعود رو، ابن عباس رو، ابو مالک اشعری رو، ابو هریره رو، انس ابن مالک رو، اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم قسم میخورن، میگن لهو الحدیث در اینجا منظور موسیقی است و شما میگید نه این موسیقی نیست. یعنی اقوال آیات الهی رو رد میکنید، تعویل میکنید، احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم رو تعویل میکنید، رد میکنید، اقوال محدثین، مفسرین، فقهای امت رو، قول امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه رو رد میکنید. بعد میگید که بله بقیه نمیدونم این هستن و جاهل هستن و فلان. واقعا برای شما متاسفم. یعنی الله متعالی هدایتتون بده.